چرا من سعی میکنم یکی یکی طلای ذهنی رو برات بشکافم؟ آخر همین ویدیو بهت میگم. اول جواب این سوال منو بده. فکر میکنی کدومش سخت تره؟ اینکه بفهمی یه نفر دوستت نداره یا اینکه ندونی واقعا دوستت داره یا نه؟ به نظر من دومی خیلی سخت تره، چون وقتی بدونی یکی نمیخوادت بالاخره یه جایی میپذیری و میری، ولی وقتی ندونی همیشه یه شاید تو ذهنت ایجاد میکنه. شاید کار داشته، شاید دور شلوغ منو یادش نمیاد، شاید امروز پیداش بشه. خب الان یه سوال مهم پیش میاد: چرا هر چی کمتر تحویلمون میگیرن بیشتر میخوایمشون؟ بیا یه چیزی رو با خودمون امتحان کنیم. فرض کن همون آدمی که این همه ذهنتو درگیر کرده امروز خیلی واضح بیاد و بهت بگه من دیگه نمیخوامت. درد داره، خیلی هم درد داره، ولی حداقل میدونی باید چی کار کنی. حالا فرض کن هیچ وقت اینو بهت نگه. یه روز بهت نزدیک بشه، یه روز ازت دور بشه، یه روز بهت امید بده، یه روز سرد بشه. نمیدونی میخوادت، نمیدونی نمیخوادت. کدومش سخت تره؟ شنیدن یه نه یا زندگی کردن با یه شاید؟ شاید فکر کنی چون اون آدمو خیلی دوستش داری نمیتونی ازش دل بکنی، اما یه لحظه به اینم فکر کن که هر بار که سرد میشه تو بیشتر بهش فکر میکنی، هر بار که فاصله میگیره بیشتر منتظرش میمونی، ولی همین که دوباره یه ذره به توجه میکنه آروم میشی، حالت خوب میشه و با خودت میگی شاید این بار فرق کرده. بعد دوباره سرد میشه، دوباره روز از نو، روزی از نو. چیزی که تو رو وابسته کرده خود اون آدم نیست، تو به این وابسته شدی که هر بار که از دستت میده دوباره انتخابت کنه. میدونی منظورم چی بود؟ بدون اینکه متوجه باشیم خیلی جاها فقط توی تله انتخاب شدن گیر کردیم. حالا یه سوال از خودمون بپرسیم: چرا بعضی آدما وقتی کنارمونن اینقدر برامون مهم نیستن، ولی همین که میفهمیم دارن میرن یه دفعه نمیتونیم ازشون دل بکنیم؟ چون تا وقتی که داریمشون خیالمون راحته که انتخابمون کردن، ولی وقتی میرن یه چیزی تو ذهنمون شروع میشه: چرا دیگه منو نمیخواد؟ و اینجاست که شاید دیگه دنبال خود اون آدم نیستیم، دنبال جواب این سوالیم که چی شد که دیگه منو نخواست؟ چی شد که منو انتخاب نکرد؟ انگار درد اصلی از دست دادن اون آدم نیست، درد انتخاب نشدنه. و یه فکر میاد سراغت که من ارزش انتخاب شدن رو داشتم. اما اصل ماجرا اینجاست: چرا ما به آدمی وابسته میشیم که کمترین توجه رو بهمون میکنه؟ چرا هرچی کمتر تحویلمون میگیره بیشتر منتظر یه نشون ازش میمونیم؟ یه روز پیام میده، یه روز ناپدید میشه، یه روز گرم و مهربونه، یه روز انگار اصلاً براش مهم نیستیم. و تو نمیدونی فردا قرار کدوم نسخش رو ببینی. اما درست وقتی داری میگی که دیگه بسه، باید بیخیالش بشم، برمیگرده، یه پیام میده، یه زنگ میزنه، یه ذره توجه میکنه و تو با خودت میگی شاید هنوزم دوستم داره و دوباره میمونی. اینجا یه اتفاق عجیب تو ذهنت میفته، چون مغز ما به چیزی که همیشه داریم کمتر وابسته میشه، اما برای چیزی که نمیدونه کی دوباره به دستش میاره بیشتر منتظر میمونه. و اینجاست که یه آدم بدون اینکه حتی بیشتر دوستت داشته باشه میتونه بیشتر از هر آدم دیگه ذهنتو درگیر کنه. اما چرا؟ چرا این توجه‌های گاه به گاه اینقدر قدرت دارن؟ اینجاست که میرسیم به یکی از عجیب ترین تله‌های ذهن انسان. حالا که فهمیدیم چرا گاهی به آدمایی وابسته میشیم که بهمون توجه نمی‌کنن، بذار یه چیز مهمتر بهت بگم. اگه تا اینجای ویدیو حس کردی یه تیکش به زندگی خودت ربط داشت، همین الان یه لایک بزن و کانال رو ساب کن، چون من توی هر ویدیو میخوام یکی از همین تله‌های ذهنی رو با هم باز کنیم. خب وقتی یه تله ذهنی رو نمیشناسی ممکنه بارها و بارها توش بیفتی.
اما وقتی میفهمی تله چیه، دفعه بعدی که جلوی پات قرار میگیره دیگه مثل قبل گولت نمیزنه و شاید همین شناخت اولین قدم برای بیرون اومدن از اون تله است. خب اول ویدیو ازت یه سوال پرسیدم. چرا من سعی میکنم یکی یکی تلای ذهنی رو برات بشکافم؟ حالا جوابشو بهت گفتم. چون فکر میکنم خیلی وقتا ما مشکل نداریم. فقط نمیدونیم ذهنمون داره با همون چی کار میکنه. و وقتی ندونی توی چه تله‌ای افتادی، فکر میکنی انتخاب خودته. فکر میکنی واقعا دلت برای اون آدم تنگ شده. فکر میکنی بدون اون نمیتونی. در حالی که فقط توی یه تله ذهنی گیر کردی. و وقتی اسم این تله رو میدونی، وقتی میفهمی چطور کار میکنه، دیگه دفعه بعد که ذهنت خواست دوباره همون بازی رو باید تکرار کنه، میتونی وایسی و بهش بگی میدونم داری با هم چی کار میکنی. و همون لحظه که تله رو میبینی، دیگه وارد این بازی نمیشی.